سلام علیکم به همگی. چه خبر؟ خب بالاخره روز موعود فرا رسید. یه نزدیک یه هفته است خدایی سوار نشدم، چون یه کلیپ فکر کنم یه شورت ویدیو که گذاشته بودم موتور خیلی دود میگه، واسه دیگه دست نزدم، چون هر چقدر سوارش بشی بیشتر هزینه میره بالاتر، واسه دست نزدم. حالا یه پول نسبتا خوبی دستم اومده، زیاد نیست، سالی بالاخره یه پول گفتی چی بهش میگه به دستم رسیده، میخوام اینو درست کنم. خب موتورخونه رو بیارم پایین درست کنم. حالا دارم میرم که هم بنزینش رو پر کنم، همین که چند تا وسیله رو دیگه با این بگیرم، آخرین دورم هم با این بذارم که قرار نزدیک یه هفته یا 2 هفته این آقا باز بشه که کاراشو بکنیم و حالا تراشکاری میخواد و فلان میخواد و پسار میخواد، ببینیم چی هست داخلش که صدا میکنه و دود میکنه. چون از رینگ پیستون 100% نیست، چون وقتی موتور تقویت میکنیم موتور از اون حالت حجمه بیشتر بالا پایین میشه شاتونش و باعث این میشه که ضررهای زیادتری باشه. باید باز کرد دیده ببین چی به چی هست و یه روشن کنیم. اصلا بدون ساسات که روشن نمیشه، باید ساسات باشه. بچه ها ببینیم موتور تگینیل روشن میشه یا نه. درسته؟ موزیک پلی کف محلمون لوری از طرف ما سگ پیت اومد یه موتور. از ساسات میارم پایین نمیشه، فکر کنم برقیه. تو میدونی چیشه؟ اگه میدونی تو کامنت ها بهم بگو. دمت گرم. خب اینجا اومدیم بچه‌ها روغن بگیریم که من حواسم نبود، از این روغنای فرجی گرفتم که رفیقم به من گفت که اصلا خوب نیست. ما یه 70,000 تا این روغن گرفتیم، نیم لیتر، فقط برای روغنکاری مثلا زنجیر و اینجور چیزا خوبه دیگه. چون رفیقم گفت که اگه اینو بزنید توی موتور، واقعا موتور تو چند روز مثلا قشنگ شاتونو میزنه. پس ارزشی نداره بچه، شما هم نگیرین. به نظر من نوعی اصلا خوب نیست، چون توی هوای گرم خودشو باید نشون بده روغن، این تو هوای سرد فقط خودشو نشون میده. حالا کاری نداریم بچه، موتور خیلی از اونها کثیف بود. خب ما بازش کردیم، اوکی همه چیو میزون درست کردیم. حتی بعضی چیزاش خب داخل این که الان داره باز میکنه، خب چیزی بهتون بگم، پسره قبلی که اومده و صفحه گراژو بسته بود برعکس بسته بود، واسه خیلی عذاب کشیدیم واسه باز کردنش. ولی به زور و زحمت حالا 2 نفره بالاخره بازش کردیم، ولی خیلی اذیت شدیم، خیلی کثیف و جرم گرفته بود، وحشتناک. نگاه کنین، یعنی واقعا باید باز میشد، اگه باز نمیشد داستان میشد برای ما. بچه ها راستی اون موتور 200 هم که گفتم، خب هر چقدر رفتم هزینه ها رو پرسیدم، دیدم از بودجه من رد میشه، واسه همین منتظر یه بودجه خیلی زیادترم که بتونم اونو مثلا میزونش کنم. به احتمال زیادم 250 ببندم. بچه همون که گفتم باز نمیشه، اینا نگاه کنین، پسر اومده برعکس بسته یه پیچه رو، چون به دلیلی که اون پیچه یه سمتش صافه یه سمتش حالت قوس ماننده، اصلا باز نمیشه و خیلی اینجای رد میگه، یا اصلا موتور خوش تکون میخورد. حالا پیچم اوقات صفر باشه، بالاخره بازش کردیم به زور و زحمت. 2 نفره دیدین که من ویدیو رو مثلا بستم که برم باش کمک کنم که باز کنیم. حالا صفحه یلاج نگاه کردیم خیلی جاش خورده است. خب واسه همین کلهم عوض کردیم تا کاسش، حتی یه دونه هم مثلا سالم نبود که دوباره وصلش کنیم نگهش داریم. این کلاجی هم که من گرفتم خب خیلی نرمه، تو شهریه، ولی برای زیاد تچاز زدن رفیقم گفت خوب نیست،
بعد بهش گفتم که چرا مثلا به من نگفتی من عوضش کنم، واقعا این نرمه فلانه. بس گفتم داشت من برای تچق زدن میخوام، برای اینجوری نمیخوام که اومد اینجا داریم میبندیم دیگه کامل. الان باز کردیم تمیزکاریش الان یه ذره جلوتر انجام میدیم. بچه فقط نگاه کن چقدر کثیفه. من تمیزکاریش هم میذارم که ببینی بچه. واقعا بعضی از قطعاتش انقدر عوض نشده بود، حتی این واشره هم مرد وصلش میکرد دیگه از این چسبا نزده بود. خیلی ما دعاش کردیم چون خیلی کسا هستن دارن میزنن از این چسبا میزنن. اون چسبا هم خوبه هم بد. داری بازش میکنی بده، ولی داری از اون میکنی مثلا میخوای یه نفر دیگه نصبش کنه اون بده. مثلا کسی که داری باز و بسته میکنه برای اون بده، ولی کسی که داری میبنده برای اون خوبه. چرا؟ چون قشنگ پلم میشه میبنده. ولی این خودش یه چیز قرمز داره که گرما بهش بخوره کیپ میشه، اصلا نیازیست به نظر من. حالا اینجا داریم شستشو انجام میدیم که تمیز بشه فلان بسار. همین شستشوی کامل. راستی بچه آخر کلیپ باید ببینید چه اتفاقی واسه موتور میافته، باور کردنی نیست. تا اینجا که آدم دنبال کردی یه لایکی حسابی بکن دیگه، دست در نکنه فدای تو. ادامه شستشو و فلان. بچه واقعا خیلی شستشو کردیم، یعنی هر قطعش رو ما 2 3 بار شستیم چون واقعا کثیف بود. اینجا اگه توجه کنین یا چقدر تمیز شده خدایی. ولی این چه زرده نمیدونم، چون برای همه من تا اینجایی که دیدم استیل، ولی برای من زرد بود نمیدونم چون روغنش فکر کنم زیادی مونده بود یه رنگ دیگه گرفت. ولی الان تمیز خشک. اینجا قطعه آخر داریم تمیز میکنیم که دیگه کامل جا بزنیم. حتی سر جا زدنش بچه اینقدر داستان داشتیم که مجبور شدیم 2 نفره مثلا کلیپ رو ببندم که 2 نفره مثلا فیلم بگیریم ببندیم. بچه یادتون باشه هر وقت موتور رو باز کردین هر سمتش رو، خب حتی اوستاکارم گفت نمیخواد نیاز نیست بشورین، خودتون یه بنزین وردارین کلی هم تمام جزئیات رو بشون. بچه اینو میگفتم که یه سمتش آقا بد بسته الان داره جا میزنه اینا برعکس جا زده بود. اون سمتی که صاف بود و باید ته میذاشت برعکسش رو میذاشت سمت ما، ولی اون آقا برعکس رو داشته بود که اذیتمون کرد. ولی کاری نداریم. همین بعد از کلی شستشو باز ما میبینیم که بازم وسیله خیلی شستشو نیاز داره. بچه این ماشین خودشه، تو کلیپ قبلی هم یادتونه دیگه کامل کار رو انجام دادیم. بچه اینجا آمدیم پیچا رو ببندیم که بریم برای روشن کردن و اینجور چیزا. کاربرات این موتور هم یه ذره ضعیفه بچه. خب ما دیگه این فیلمش دیگه فکر نکنم گذاشته باشم و نمیذارم چون تایمر ویدیو بالا میره. کاربردش رو باز کردیم. سوزن مثلا اون چیزی که بنزینی که باید میومد رو نقطه آخر ما آوردیم وسط در وسط که موتور نه پت کنه نه مثلا کم بیاره و موتور خیلی سرحال شد به نظر خود من. ما الان داریم دور میزنیم قشنگ مشخصه چون اینجا دیگه کامل بستیم، یعنی قشنگ سفت اینجا دادیم به میلاد که بره یه دور بزنه تست بکنه. میگه هر اوستاکاری از اونا کنه باید خودش تست اول بکنه. گفتم من مشکلی ندارم برو تست بکن، باید تچاق بزن، برام مهمم نیست که استوپ بشکن، فقط بزن. گفت من بلد نیستم که، من نمیدونم باید بزنی. گفت باش. حالا اینجا میزنه تچاقو. بعد همین پلیر میگه من بلد نیستم کم میزنه نمیدونم چرا. حالا به یه دلایلی اینم بگم فقط موتور سواره، موتور تچاق زن نیست این آدم. اینجا میخواست من زیر کنه دهن سرویس ولی نمیتونه. ولی خیلی خدای موتور سبک شد. من خودم سوار شدم کلیپش نیست ولی واقعا تو 1 و 2 ایزی میاد بالا. اصلا خیلی نرم نرم، یعنی دنده 2 یعنی آن چقدر راحت میاد بالا. ولی آقا بلد نیست. الان اینجا نزدیک به دیوار واسه همین واقعا نرم شده. صف کلاج واقعا برای موتور خیلی مهمه.
بچه اینجا ما انقدر گفته نیست اومدیم خونه تچق زدیم. خب فقط باید نگاه کنید که چی شده. واقعا این غیر ممکنه واسه هر کسی. نگاه کنید کلهم همه چهار تا خورد شده، فقط یه دونش گیر میکرد همین، چون بوشش خب اون آهنه توش بود، وگرنه بقیه همه خورد شده و اینقدر من تکچخ زدم. عاقبت یک موتور سوار تکچخ بچه ساب فالو یادتون نره دیگه بچه، اینا گفته ای نیست. من نه بگم هر دفعه شما ساب کنین فالو کنین. نگاه کنین خدایی نابود شده است، حتی چند تاش افتاده اصلا دیگه واقعا دید نره، مثلا دید داره بعضیش دید نره توش، اینا بعضی هم از